الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما سؤال دادن که سنتی پیش از نماز جمعه را بیان می کردید. یعنی آیا پیش از نماز فرض جمعه نماز راتبه سنت وجود دارد یا نه؟ و این چنین سنت های بعد از نماز جمعه را بیان بکنید. بارک الله فیکم. پس نمازی که پیش از جمعه همچون سنت راتبه خوانده می شود، این مسئله است که علما اختلاف کرده اند. مذهب جمهور علما و مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه. جمهور علما میگن که پیش از نماز جمعه سنت راتبه وجود ندارد و مذهب ابو حنیفه میگن که پیش از نماز جمعه بعد از اذان دوم نماز همچون 4 رکعت سنت خوانده می شود. پس این مسئله تعصبی کردن هم نیست. این مسئله جای نیست که در اینجا نفرت و سبب اختلاف و نفرین و بدبینی یکدیگر شود، بلکه از اون قاعده هایی که ما تعلیم گرفتیم، قاعده هایی که پیش از آموختن علم عقیده ضرور دارد، گفتیم تمام اختلافی که در بین ما می شود باید به قرآن و سنت گردانیده شود. چخیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 59 میگد فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. پس البته اگر در بینتون تنازع اختلاف در یگان چیزی شد، این چیز را و این اختلاف را به سوی الله و رسولش بازگردانید اگر ایمان به الله و روز قیامت آورده باشید و این عملتون عمل خیر و احسن و بهترین تعویل خوب است. بعد از این که به قرآن و سنت باز میگردانیم، هر آن چیزی که به من و شما معلوم میگردد که از قرآن و سنت میبینیم که این عمل درست است، ثواب است و این عمل سنت پیامبر است، به اون عمل چنگ میزنیم و هر چیزی که به ما معلوم میگردد که این عمل غلط است، از اون چیز دست میکشیم. بارک الله فیکم. پس در مسئله نماز خواندن پیش از نماز جمعه احادیث های زیاد آمده است که صحابگان پیش از نماز جمعه نماز میخواندند، اما معنی نماز خواندن صحابگان این نبود که اونها نماز سنت راتبه میخواندند، یعنی 4 رکعت سنتی که امروز در بین مسلمان ها 5 شده است، گویا که این سنت باید خوانده شود و این سنت راتبه است. نماز خواندن صحابگان به این دلالت نمیکرد، بلکه نماز خواندن صحابگان دلالت به مشروع بودن نماز پیش از جمعه میکند. جایز بودن نماز یک مسئله هست و خواندن نماز همچون سنت این مسئله دیگر است. اگر ما بگوییم که پیش از نماز جمعه خواندن 4 رکعت نماز سنت هست همچون راتبه، ترک کردنش گناه است و 4 رکعت باید خوانده شود. خلاف 4 رکعت این گناه است، البته بدعت است. اما مشروع بگوییم، مشروع بودنش این که یعنی پیش از نماز جمعه نماز خواندن جایز است، اما نخوانیدن باکی ندارد و نماز هم مشروع یعنی 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت چقدری که میتواند خوانده میشه و این نماز حکمش حکم سنت نیست، همچون سنت راتبه نیست، بلکه از نفل مطلق است، یعنی نفلی که خواهید خوانده می شود و از سنتی راتبه نیست. و در این مسئله البته نماز پیش از سنت حدیث زیاد آمده است، و مانند حدیثی که امام بخاری رحمت الله علیه از سلمان الفارسی رضی الله عنه روایت میکنند که گفت قال النبی صلی الله علیه و سلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام
إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. سلمان فارسی رضی الله عنه میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتند هیچ مرد غسل نمی کند روز جمعه یا که غسل نمی کند مرد در روز جمعه و یتطهر ما استطاع من طهره و خودش را پاک می کند به آن طوری که می تواند پاک بکند و یدهن من دهنی و از بوی خوشی که در خانه‌اش دارد این بوی خوش را استفاده می برد. اگر بوی خوش نداشته باشد از همون بوی خوش خانواده اش، از بوی خوش زنش استفاده می برد و از خانه اش بیرون می شود. به سوی نماز جمعه به مسجد می رود در حالتی که بین دو نفر تفریقه نمی اندازد و بعد از اینکه به مسجد داخل می شود ثم یصلی ما کتب له، یعنی بعد از اینکه به مسجد داخل می شود تا وقتی امام به منبر برآمدن چیزی که از نماز به وی خواندن وقت بود می خواند، یعنی تا قدری که می تواند بعد از به مسجد در آمدن نماز می خواند. بعد از این وقتی که امام خطبه می کند خاموش می شیند، گناهش از این جمعه تا وی جمعه آینده بخشیده می شود. این حدیث را امام بخاری خیلی که گفتیم روایت کردن. محل شاهد، وجه شاهد ثم یصلی ما کتب له است، یعنی بعد از به مسجد در آمدن چقدری که تواند نماز نفلی مطلق می خواند، نه همچون سنت بلکه نفلی مطلق. خواهد 2 رکعت می خواند می شیند، خواهد 4 رکعت، خواهد 6 رکعت می خواند. و این چنین روایت دیگری در کتاب امام مالک در کتاب موطأ ذکر شده است که موطأ امام نووی صحیح می دانند. در مجموع خود امام نووی این روایت را صحیح دانستند. این اثر از ثعلبة ابن ابی مالک آمده است که میگن انهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. ثعلبة ابن مالک میگن که صحابگان در زمان عمر ابن الخطاب نماز میخوندن در روز جمعه تا آن زمانی که عمر ابن الخطاب به منبر برآید، یعنی تا برآمدن امام به منبر برای خطبه کردن کسی میخواست نماز نفل میخوند چند رکعتی که تواند. و از نافع شاگرد ابن عمر مولا ابن عمر آمده است که کان ابن عمر يصلي قبل الجمعة 12 ركعة. و ابن رجب در فتح الباری هم یعنی این فتح الباری خودشون ذکر کردن. این حدیث این روایت از نافع در مصنف عبدالرزاق ذکر شده است. معناش این است که نافع میگن که ابن عمر یعنی عبدالله ابن عمر، عبدالله پسر عمر رضی الله عنهما، پیش از نماز جمعه 12 رکعت نماز مطلق میخوانند. بارک الله فیکم. پس امام ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری مجله دوم صفحه 372 بعد از حدیث امام بخاری در حالت شرح دادن حدیث امام بخاری که از سلمان الفارسی آمده است میگن که فصل ما کتب له، یعنی اون قدری که تا امام آمدن تا به خطبه شروع کردن نماز میخواند، میگن مشروعیت النافله قبل صلاه الجمعه. این حدیث دلالت به مشروع بودن نماز نافله پیش از نماز جمعه میکرد. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگویند که و هذا هو المأثور عن الصحابه، و از صحابه همین مأثور شده است، یعنی نماز خواندن پیش از نماز جمعه نه سنت نه من باب سنت بلکه از اعتقاد نفل، از باب نفل خواندنش مأثور است و این جایز است. میگن که كانوا اذا اتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر، فمنهم من يصلي 10 ركعات ومنهم من يصلي 12 ركعة ومنهم من يصلي 8 ركعات ومنهم من يصلي أقل من ذلك. که این سخنشون در مجموعة الفتاوا مجله 24 صفحه آمده است. میگن وقتی که صحابگان به مسجد داخل می شدند، در روز جمعه به مسجد داخل می شدند، همان زمانی که به مسجد می در آمدند به نماز خواندن شروع می کردند و هر آن چیزی که به اونها میسر می شد از نماز خواندن نماز می خواندند. بعضی از صحابگان بعد از به مسجد در آمدن تا وقتی امام خطبه کردن 10 رکعت می خواندند، بعضی اونها 12 رکعت می خواندند به مانند ابن عمر رضی الله عنه که مصنف عبدالرزاق رو کمی پیشتر ذکر کردیم، و بعضی از اونها 8 رکعت می خواندند و بعضی از اونها کمتر از این را می خواندند. پس از این سخن‌های که از حدیث گرفتیم از اثر عبدالله ابن عمر
از نافع که روایت گفتیم یا سخن حافظ ابن حجر و شیخ الاسلام تیمیه. بنابر این سخن ها ما میگیم که هر کسی که به مسجد در روز جمعه پیش از خطبه کردن امام می‌دراید، چه قدری که نماز خواهد بخواند و هیچ باکی نیست و هیچ حرجی نیست، اما نیتش باید نیت نفل باشد، چرا که پیش از نماز جمعه سنت راتبه وجود ندارد، نه همچون سنتی که در مکان ما خوانده می شود. یعنی بعد از نماز جمعه، پیش از نماز جمعه، بعد از اذان دوم همه یک جایه می خیزند و 4 رکعت نماز به نیت سنت راتبه می خوانند. این چنین سنت پیش از نماز جمعه وجود ندارد. یعنی پیش از نماز جمعه سنت همچون نماز سنت راتبه وجود ندارد. شما به مسجد می‌درید، چقدر که خواهید میخونید و میشینید. و یک چیز نگفته نماند که مسئله نماز تحیت المسجد در روز جمعه وقتی که می‌دارید که امام خطبه کرده می‌ایستد، در حالت خطبه کردن امام هم حتما تحیه مسجد رو میخونید. خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک مردی که در اومد و شیشت گفتند قم فصلی رکعتین، بخیز و 2 رکعت تحیات مسجد رو خون، بعد بشین، در حالت خطبه کردن امام هم. بارک الله فیکم. پس به ما معلوم شد که پیش از نماز جمعه سنت راتبه نیست، اما بعد از نماز جمعه این مسئله جداگانه است، یعنی مسئله نماز سنتی بعد از نماز جمعه. و پیش از این ما دلیل دیگری می آوریم که وقتی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از آن ندا کرده می شد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از خانه اشان می برآمدند، راست به خطبه می رفتند و به منبر بالا می شدند و از آن داده می شد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم راست می ایستادند و به خطبه کردن شروع می کردند و از خطبه از منبر پایان می شدند و به نماز خواندن شروع می کردند. و هر کسی که می گوید که پیش از نماز جمعه سنت راتبه وجود دارد، ما به اون سوال می تیم که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سنت راتبه پیش از نماز جمعه کی خوانده شده است؟ البته هیچ وقت خوانده نشده است. اگر به ما بگوید که نماز سنت راتبه پیش از نماز جمعه بعد از اذان خوانده شده است، ما از اون باز دیگر سوال میکنیم که بعد از اذان اثر و حدیث وجود دارد؟ البته ندارد. پس این اصل ندارد. در سنت اینچنین نآمده است بعد از اذان یگون بار صحابگان و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه همچون سنت راتبه پیش از نماز جمعه نماز نخواندند. اگر بگوید که پیش از اذان نماز میخواندند، پیش از ندا کردن اذان به خطبه، ما میگیم که این سنت راتبه نیست، پس بلکه این نفل است، نفل مطلق است. و بار دیگر ابن حجر اسقلانی در فتح الباری میگن که و اما سنت الجمعه التي قبلها فلم يثبت فيها شيء، اما نماز سنت خواندن پیش از نماز فرضی جمعه که پیش از نماز جمعه هست، هیچ چیز ثابت نشده است. یعنی حدیث یا نفل یا اثر یا چیز نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله نه از صحابگان نشده است که همچون سنت خوانده باشد. و ابن القیم الجوزی رحمه الله میگویند که وقتی که بلال رضی الله عنه از آن را به پایان میرسانیدند، از آن را تمام میکردند، رسول اکرم صلی الله علیه و آله به خطبه کردن شروع میکردند. بعد از آن زود خطبه شروع میشد و هیچ نفر از صحابگان بعد از آن تا خطبه یگان رکعت نماز نمیخوندند، رکعتین نماز نمیخوندند. و از آن در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از آن روز جمعه یک اذان بود. و این دلالت میکند که نماز جمعه به مانند نماز عید است که پیش از نماز سنت وجود ندارد و این صحیح ترین و راجح ترین قول علما است. و به همین سخن سنت دلالت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از خانهشون بیرون میشدند، به منبر بالا میشدند، بلال اذان را به پایان اذان میچیدند و اذان را به پایان میرسانیدند، اذان جمعه را. بعد از این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خطبه میکردند و بعد از این زود میفرامدند، از منبر راست به نماز میرفتند و نماز میخواندند و بعد از نماز دیگه ذکر. پس
سوال اینجاست که در کجا صحابگان و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نماز سنت جمعه را خواندند؟ پس هر کسی که فکر میکند که بعد از این که بلال رضی الله عنه از آن را ندا کرده شدند تا خطبه بین از آن و بین خطبه میخستند نماز میخوندند 2 رکعت یا رکعت 4 رکعت، این انسان از همه جاهل ترین انسان به سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است، برای اینکه بعد از اذان بلال تا خطبه پیامبر صلی الله علیه وسلم وقت نبود که صحابگان نماز خوانند، چرا که خطبه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم متواصل به اذان بود. بعد از اذان دعا میکردند، میخواستند خطبه را شروع میدادند. پس مقصد ما همچون سنت نیست پیش از نماز جمعه ان نمین است. این مذهب مذهب مالک و مذهب احمد در قول مشهور است و این مذهب یکی از وجه‌های صاحبان شافعی رحمت الله علیه است. پس هر کسی که میگوید که پیش از نماز جمعه سنت هست، اونها نماز جمعه را به نماز ظهر پیشین قیاس کردند. اما این قیاسی فارق است، قیاس مع الفارق، یعنی قیاسی صحیح نیست و این حجتشون حجت ضعیف است، چرا که جمعه یک نماز مستقل و جداگانه به نفسش است که مخالف نماز ظهر است. نماز ظهر مخالفت میکنه با جهر خوندن، مثلا نماز جمعه بلند خونده می شود، نماز ظهر پس خونده می شود. عدد نماز ظهر کم است و عدد نماز جمعه زیاد است. خطبه نماز جمعه خطبه دارد، نماز ظهر نماز ندارد. پس شرط های نماز جمعه دیگر است، شرط های نماز ظهر دیگر است. عموما نماز جمعه را به نماز ظهر قیاس کرده نمی شود. پس قیاس کردن نماز جمعه به نماز ظهر این قیاسی فارق یا که قیاسی فاسد است. پس اون سنتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از خلفای راشدین قولا فعلا ثابت هست، مخالف این قیاس است. پس جایز نیست که ما یک نماز سنت رو پیش از نماز جمعه با قیاس کردن اثبات بکنیم. پس پیش از نماز جمعه نماز سنت وجود ندارد. و امام بخاری هم در کتاب جامع الصحیح من احادیث النبی صلی الله علیه و سلم و سننه و افعاله، جامع الصحیح المسند خود، میگویند که بعد از باب را گذاشتن لم يروي عنه فعل السنة الا بعدها ولم يرد قبلها شيء. فعلی یا که نماز سنت خوندن پیش از نماز جمعه هیچ روایت نشده از پیامبر صلی الله علیه و سلم، بلکه بعد از نماز جمعه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز سنتش را میخوانند. یعنی بعد از نماز جمعه، این مسئله دیگر است که الان داخل میشیم، بعد از نماز جمعه آیا سنت هست یا نیست؟ بعد از نماز جمعه البته سنت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. پس در عدد رکعات هایی که بعد از نماز جمعه ذکر شده است 2 حدیث آمده است. حدیث اول از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم كان لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف فيصلي ركعتين، که امام بخاری و امام مسلم روایت میکنند. حدیث متفق علیه است که ابن عمر رضی الله عنهما میگن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد جمعه را تمام کردن و بعد از به خانه اشون رفتن در خانه اشون 2 رکعت نماز سنت جمعه را میخونن. و حدیث دوم ابی هریره رضی الله عنه است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها 4، که این روایت امام مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و میگن که هر یک از شما وقتی که جمعه را خوانده شد، یعنی فرض جمعه را با امام خوانده شد، بعد از ذکر کردنش فلیصلی بعدها 4 رکعت نماز خواند، بعد از نماز جمعه 4 رکعت نماز خواند. پس علما به سنت نماز جمعه بعد از نماز جمعه، به سنت بعد از نماز جمعه علما اختلاف کردن بنا بر 2 این حدیث ابن عمر 2 رکعت میگد و حدیث ابی هریره 4 رکعت میگد.
علما نیز بعضشون 2 رکعت گفتن، بعضشون 4 رکعت گفتن و گفتن بعضشون که انسان مخیر است، کسی خواهد به خانه‌اش رود 2 رکعت خواند و کسی خواند در مسجد 4 رکعت خواند. و بعض از علما به مانند ابن عثیمین رحمت الله علیه بین هر دوی این حدیث جمع کرده اند و گفته اند که بعد از نماز جمعه شما 6 رکعت نماز سنت خونید، یعنی 4 رکعت در مسجد نماز سنت میخونید و 2 رکعت وقتی که به خانه اتون باز میگردید. اما باکی ندارد که انسان 2 رکعت خواند در حالتی که به اون 2 رکعت خوندن موافق است، یا که 4 رکعت خواند یا که 6 رکعت خواندن باکی ندارد. و محمد ابن عبدالبر یکی از علمای و صاحب کتاب تمهید و استذکار مذهب مالکی میگن که اختلاف عن السلف في هذا الباب اختلاف اباحه واستحسان لا اختلاف منع وحظر وكل ذلك حسن ان شاء الله. یعنی اختلاف کردن بعد از نماز جمعه 4 رکعت نماز خونده شود، این اختلاف منع نیست بلکه اختلاف احسن است، یعنی کدامش خوب است. برای همین باکی نیست، کدامش خونید باکی ندارد که این سخن را محمد بن عبدالبر در کتاب تمهید در شرح موطأ و معانی اسانید ذکر کرده. پس علما میگن که اقرب سخن، نزدیکترین سخن این است که سنت جمعه که بعد از جمعه خونده می شود، سنت بعد نماز جمعه در مسجد 4 رکعت خونده می شود. اگر در خانهش کسی خانه داره و در خانهش خونه 2 رکعت خونده می شود. و این اختیاری شیخ الاسلام ابن تیمیه است و این چنین اختیاری ابن القیم الجوزی است و این چنین اختیار لجنه دائمه فتوای مملکت عربستان سعودی است که علمای اونجا این اختیار را کردن. یعنی ابن تیمیه و ابن القیم الجوزی و علمای اسلام میگن که هر کسی که در مسجد نماز جمعه را بعد از نماز جمعه سنت بعد از نماز جمعه را میخواند 4 رکعت سنت خواند و کسی که در مسجد نمیخواند و بعد از تمام شدن فرض به خانه‌اش میرود در خانه‌اش 2 رکعت خواند. و این چنین من به شما اختیار ابن عثیمین رحمت الله علیه را گفتم که هر کسی که در مسجد 4 رکعت میخواند باید به خانه‌اش رود 2 رکعت دیگر خواند. پس بارک الله فیکم، با همین ما سخن را به پایان میرسانیم و به شما میگیم که هر کسی که پیش از نماز جمعه نماز سنت میخواند بعد از شنیدن این سخن سنت نخواند بلکه به اعتقاد نفل خواند و چند رکعت خواهد بخواند. و اما بعد از نماز جمعه حتما به نیت سنت 4 رکعت یا 2 رکعت خوانده می شود. ما این را هم به شما بیان کردیم. السلام علیکم و رحمت الله.